افزایش میدان کشت سبزوات و پالزی‌ها و پرورش زیرپلانگی آنها برای فراوانی بازار کشور و غنی‌گردانی بودجه خواجگی‌های خرد و میانه جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که دهقانان خواجگی‌های خرد و میانه تابع جماعت ترسون تویچیف شهر ترسونزاده سال تا سال میدان کشت سبزوات و پالزی‌ها و دیگر نماد زراعت‌های بروقتی را موافق طلبات بازار داخلی و بیرونی زیاد نموده فایده خوب به دست می‌آورند. پرورش نوهای گوناگون قلفینه، پمیدور بادرینگ و سیرپیاز و گلکرم را عین حال میتوان در میدانهای کشاد خواجگی‌های دهقانی مشاهده نمود. دهقانان ابراز می‌دارند که از کشت و پرورش پالزی و سبزوات به خصوص پمیدور و بادرینگ درآمدی خوب به دست می‌آورند. قریب 10-15 سال باز همین با دهقانی مشغول هستم. دهقانی ما اکنون وقتی بهاری کشتی بهاری کرم میکاریم، گل کرم میکاریم، بادرینگ میکاریم، پمیدور میکاریم. همین حاصل فراوان گرفته و همین خلق ناحیه ما و همین بازارها تامین میکنیم. برای که همین دهقانی هست، همین بازارهای ما ارزان شده است. و همین همه حالی همین مشغول دهقانی قضیه آوره. ولی این من همین سال با سال پربرکت اومد. من همین حاصل نقد برویاندن، سبزی، پیاز، کرم، جواری مکه، من همین خیلی کشتی کاری همین دهقانی خیلی مشغول هستم. در مجموع در موسم امساله کشت بهاری تا امروز در حدود جماعت ترسون تویچی و شهر ترسونزاده در میدان نزدیک به 100 گکتار پرورش سبزوات و پالزی‌ها در میدان‌های کشاد، گرمخانه‌ها و زیرپلانکه‌ها براه مانده شده است و کشت این نماد محصولات کشاورزی ادامه دارد. اساساً خواجگی دهقانی ما کشتی زراعت‌های پیاز، کرم و پمیدور و بادرینگ مشغول هستند. امسال زیاده از 107 گکتار زمین کشتی پیاز گذراندند. کشتی تکراری در جای پیاز باشد برای خوش آمدن و بارانگری نشدن زمستان امساله مردم ما سعی کوشش دارند که همون خوراک چهارراه زیاد کنند. برای این مکه و موش در زمین‌ها بسیار کار ساده. در این نوبت کشتی پمیدور و بادرینگ هم برای خلق برای همون شهر ترسونزاده تامین نمودن پمیدور و بادرینگ سعی کوشش‌ها کرده شدند. مشغولیت اساسی مردم جماعت ترسون تویچیف شهر ترسونزاده کشاورزی بوده. با نظر داشت امکانات‌ها ساکنان کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را افزون نموده در تامین امنیت عضوقواری کشور سهم ارزنده گذارند. با این مقصد هر وجب زمین حاصلخیز از جانب دهقانان زحمت‌کش این منطقه ثمره‌ناک استفاده برده می‌شود.